اگه میخوای بهت بگم این ستونای گرد و جذاب رو چجوری درست میکنیم، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. طبق شاسی و دیتیلی که دارم قطر ستون رو مشخص میکنم و طبق فرمولی که توی کپشن واسط نوشتم اندازه این تیکا رو به دست میارم. حالا بریم واسه برش زدن این تیکا. طبق سایز و اندازه‌های مورد نیازم برشکاریامو انجام میدم و در زاویه مناسب پارچه برشون میکنم و میرم که یه شابلون دقیق با CNC و MDF درست. بعد از اینکه این دوتا شابلونامو درست کردم میارم روی یه صفحه دقیق نصب میکنم. این سنگم نصب میکنم نسبت به این دوتا شابلون گونیا و سر و تهش هم باید دقیقاً یکی باشه. ستونامون رو مونتاژ کردیم. همه ستونا یه طرفشون صافه چسبیده به این سنگ، این طرفی کم و زیاد داره. الان بهتون میگم که چجوری دقیق اینم برش بزنیم. ستون رو برعکس میکنم، این طرفش که کم و زیاد داره میذارم کوتاه‌ترین تیکم روی شابلونم و از زیر راحت اینجا رو خط میکنم و برش میدم.